واقعا من نمیدونم که مجامع حقوق بشری دنیا میتونم اصلا چیکار بکنم. من فقط میخوام اول این حرف بزنم که زندانی سیاسی فقط تهران نیست. زندانی سیاسی الان ما تو کردستان، تو خیلی از بازداشتگاه‌های نامشخص، تو خیلی از زندان‌هایی که الان تو استان‌های کردستان هستن، شهرهای کردستان هستن، ما زندان‌های سیاسی داریم. تا حالا یعنی این به عنوان یه انتقاد میدن واقعا حمایت سازمان‌های حقوق بشری از زندان‌های سیاسی کرد خیلی کم بوده. الان درخواستی هم که من الان میخوام یعنی بکنم نمیدونم واقعا تا چه اندازه یعنی مسئول ثمر میشه، تا چه اندازه پیگیر میشه. اول خواهش میکنم که این نگاهشونه که همش به پایتخت دارن، به زندان‌های نمیدونم به دانشجوها و مسائل انتخاب بعد از انتخابات به تهران بدارن. یکم از این نگاه ها نمیگم کم بکنم، ولی درصدی از نگاهشون به زندان‌های سیاسی کردستان بکنم. الان این فقط من نیستم، الان من فقط تنها من نیستم که دچار این قضیه. خیلی از افراد دیگه از شرایطشون که از من بدتره، شاید شما تا حدود در جریان باشید در این وضعیت قرار دارم. اولی خواهشم برای خودم نیست، برای همه زندانیان سیاسی فعالین مدنی استفاده که میخوام یعنی واقعا سازمان‌های حقوق بشری به اونان توجه داشته باشه.